بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان و سروران، دوستداران کلام الله منان. بسیار خوشحالیم از اینکه بار دیگر در برنامه آموزش روحانی قرآن کریم در خدمت شما عزیزان هستیم با درسی جدید از آنچه که به ما کمک خواهد کرد در تعلیم روحانی قرآن کریم. در برنامه‌های گذشته به همراه شما عزیزان به دو حرکت مهم از حرکت‌هایی که در کلام الله مجید بسیار مشاهده میشه بر روی حروف الفبای عربی اشاره کردیم. حرکت فتحه و حرکت کسره و در این برنامه انشاءالله به حرکت مهم دیگری به نام ضمه اشاره خواهیم کرد. این حرکات به نام حرکات کوتاه معروفن: حرکت فتحه، حرکت کسره و حرکت ضمه که درس برنامه امروز ماست. خالی از فایده نخواهد بود اگر اشاره گذرا داشته باشیم به حرکت فتحه و کسره و بعد با تفصیل بیشتر به حرکت ضمه بپردازیم. حرکت فتحه رو در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان معرفی کردیم. اگر این خط رو ما یک حرف فرض بکنیم، همچین حرکتی بر روی حرف وقتی قرار میگیره ما به این حرکت میگیم فتحه یا زبر یا زبر به تعبیرهای مختلفی که در فارسی استفاده میشه و به این خاطر به این حرکت فتحه گفته میشه وقتی که بر روی حروف قرار میگیره در هنگام تلفظشون دهان باز میشه. به این شکل بر روی حروف الفبا قرار میگیره و روی هر حرفی که این حرکت قرار میگیره آن حرف با صدای ا خوانده خواهد شد به مانند ا، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ض، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن و ه، ی. این حرکت فتحه بود که خدمت شما عزیزان در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم و با تفصیل درباره‌اش سخن گفتیم. همچنین حرکت دیگری رو که ما در برنامه‌های گذشته بهش اشاره کردیم حرکتی بود به نام حرکت کسره که شکل نوشتنش مثل فتحه است، اما تفاوتش اینه که در زیر حرف قرار میگیره. حرکت کسره یا زیر، در فارسی بهش میگیم زیر، در عربی بهش گفته میشه کسره. کسر یعنی شکستن، شکسته شدن. میخاطر بهش کسره گفته میشه که گویی که شکسته و زیر حرف افتاده. این اگر خط یک حرف باشه بعد زیر حرف قرار میگیره. مثال هاشم به این شکل در الفبای عربی وقتی که زیر حروف قرار بگیره به این شکل نوشته میشه. هنگام تلفظ چگونه تلفظ میشه؟ هر وقت زیر یک حرفی این حرکت رو مشاهده کردید شما صدای ا میگیره آن حرف، صدای ا میدیم بهش: ا، ب، ت، ث، ج، ه، خ، د، ذ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ض، ع، غ، ف، ق، ک، ل، م، ن و ه، ی. این حرکت کسره بود که به همراه شما عزیزان در برنامه گذشته بهش اشاره کردیم و همراه حرکت فتحه و حرکت ضمه که درس امروز ماست. اینها به اسم حرکات کوتاه معروفن، یعنی در هنگام تلفظ اینها زیاد ما این حرکت رو کش نمیدیم، نمیگیم ا یا نمیگیم آ، ای رو میگیم ا، نمیگیم ای. و حرکت ضمه هم که درس امروز ماست سومین حرکت کوتاه است. حرکت ضمه رو هم عزیزان زیاد مشاهده میکنن در کلام الله مجید. روی بسیاری از حروف قرآنی ما این حرکت رو مشاهده میکنیم. شکلش این گونه است: حرکت ضمه یا پیش هم بهش گفته میشه. به این حرکت ضمه گفته میشه یا پیش. اصلا خود ضمه یعنی پیش آمدن، جمع شدن، پیش. به این خاطر در فارسی ما بهش پیش میگیم چون در هنگام تلفظ این حرکت یک واو مثل یک واو کوتاه، یک واو کوچک که بر روی حرف نوشته میشه. این خط پایین رو اگر یک حرف فرض بکنیم حرکت ضمه مثل یک واو کوچکی است که بر روی آن نوشته میشه. در هنگام تلفظ این حرف لبها پیش میاد، یعنی جمع میشه
ضم یعنی جمع شدن. در کلمات فارسی هم ما استفاده میکنیم، مثلا انضمام یعنی جمع شدن. و ضمه به این خاطر گفته میشه به این حرکت ضمه که در هنگام تلفظ این حرکت گویی که لبها جمع میشن و پیش میشن، پیش هم جمع میشن. نمونهش رو ببینیم. وقتی که این حرف بر روی الفبای عربی قرار بگیره، این حرکت وقتی بر روی حروف عربی قرار بگیره به چه شکل نوشته خواهد شد؟ به این شکل میاد. بر روی بالای یک حرف یک واو کوچک مشاهده میکنه. این واوی که بالای حروف در قرآن کریم نوشته میشه بهش گفته میشه ضمه با ضاد، و یا پیش هم در فارسی بهش میگیم. چگونه تلفظش کنیم؟ حالا این رو همونطوری که از اسمش برمیاد و مشخص هست، پیش یا ضمه، لبها در هنگام تلفظ این حرف جمع میشن. اینطور میشه او، بو، تو، سو. اگر به لبهای من دقت بکنید شما عزیزان در هنگام تلفظ این حرف، ببینید که وقتی تلفظ میکنیم میشه او، بو، تو، سو. خود به خود لبها جمع میشه. در این دوربین شاید واضح‌تر باشه تصویر. او، بو، تو، سو، جو. خود به خود لبها جمع میشه. خود همین جمع شدن رو ضم بهش گفته میشه در عربی. ما در فارسی هم بهش میگیم پیش. این لبها پیش میاد به هم جمع میشه. او، بو، تو، سو، جو، هو و ادامه پیدا میکنه. برگردیم به تصویر. الان عزیزان دقت کنید، ما وقت تلفظ این حرکت بر روی حروف اینطور تلفظ میکنیم: او، بو، تو، سو، جو. زیادم کش ندید، نشه جو، نه، فقط یک حرکت کوتاهه. دقت کنید که یک حرکت کوتاهه. جو، هو، نشه هو، نه، هو، خو، دو، زو، رو، زو، سو، شو، سو، ضو، تو، ضو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، هو، یو. این شکل تلفظ ضمه هست وقتی بر روی حروف قرار بگیره. این خیلی مهم است عزیزان که روی این شما باید تمرین بکنید. حالا ما یک دفعه این رو تکرار میکنیم و ازش رد میشیم، اما شما بارها و بارها این تکرار رو انجام بدید چون براتون جا بیفته. و علاوه خصوص وقتی برای عزیزانی که میخواید تعلیم بدید، برای کودکانتون، برای دوستانتون، برای عزیزانی که دور و بر هستن، برای شاگردانتون، این تمرین به حدی باید باشه که تا حرکت ضمه رو مشاهده کرد کسی بر روی یک حرفی بفهمه که چطور تلفظش بکنه. این تمرین رو باید تکرار بکنید بارها و بارها، چه در فتحه، چه در حرکت کسره و چه در حرکت ضمه. مخصوصا وقتی که حروف الف با کامل نوشته میشه و حرف روش قرار میگیره، او، بو، تو، سو، اینها رو باید هی تکرار بکنید تا کاملا جا بیفته براتون که این حرف با ضمه چطور خونده میشه. همینطور برای کسره ا، ب، ت، ث، ج، ه که این حرف وقتی کسره داره چطور خونده میشه. و همینطور با فتحه که وقتی این حرف صدای فتحه میگیره ا، ب، ت، ث چطور خوانده میشه. این حرکات خیلی مهمه، تمرینش هم خیلی مهمه. یک بار اکتفا نکنید که بگید خب یک بار خوندم تمام شد، نه، بارها و بارها تمرین بکنید بین پیش خودتون و این تصویر رو داشته باشید و هی روش تکرار بکنید و هی این فیلم رو تکرار بکنید و تکرار بکنید تا خوب جا بیفته براتون. اینها اصولن. اینها رو اگر خوب یاد گرفتیم ما میتونیم که به راحتی در مراحل بعدی در روخوانی قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم بتونیم که راحت بخونیم هر جایی رو که آغاز کردیم. سراغ مثال ها میریم. مثال هایی که ما از این کلمات درش هستن، کلماتی که اینجا هم ما الان ضمه داریم، هم کسره داریم و هم فتحه داریم. در مثال هامون چون ما درس‌های گذشته هم فتحه و هم کسره و هم ضمه رو برای شما عزیزان معرفی کردیم، مثال هامون بر اساس آنچه که معرفی شده در درس‌های گذشته خواهد بود. الان این کلمه رو ما وقتی میخونیم، ر وقتی که ضمه داره میشه رو، رو. ه کسره داره میشه ه. میم فتحه داره میشه م. رو، ه، م. رو، ه، م. روح ما، روح ما. مثال بعدی قو، ت، لا، قو، ت، لا.
قتل 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 قطع قو اینجا زمه است ت اینجا کسر میشه ت اینم که فتحه داره میشه ا قو ت ا اگه سر هم بخونیم قطع قطع دو ر ب دو ر ب ضرب. برای خواندن یک کلمه عزیزانی که تازه شروع میکنن عجله نکنید. شما مثلا اصلش این کلمه به این شکل نوشته میشه ضرب، اما یکی یکی بخونید. مثل این من چون اینا رو جدا نوشتم برای شما عزیزان، چون در ابتدای تعلیم روحانی باید حرف به حرف پیش برید. ضو ر ب ضو ر ب ضرب ضرب جو ه د جو ه د جوحد جوحد. بریم به سراغ تمرین بعدی. ب او د ب او د بعد بعد ح سو نه ح سو نه ه فتحه داره میشه ح، سینم میشه او، سو چون ضمه داره، نون فتحه داره میشه نه ح سو نه حسونه حسونه. کاف فتحه ک به ضمه بو، ر با فتحه ر با فتحه ر ک بو ر ک بو ر کبوره کبوره. ق رو ب قاف با فتحه ق ر با ضمه رو ب با فتحه ب قروبه قروبه. مثال بعدی ک مو ل کموله کموله. بریم سراغ مثال بعد. یا ج بو یا ج بو سر همش میشه به این شکل یا ج بو یا ج بو. یا ا دو یا عیدو یا عیدو. نیازی نیست عزیزان با همون از ابتدا انتظار داشته باشید که سریع خوانده بشه، نه نیازی نیست که حتما یه پشت سر هم یا عیدو هر سه تا رو با هم بخوانید، نه یکی یکی یا ا دو یا عیدو یا ل دو یل دو یل دو یا ر ثو یرثو یرثو یا ف دو یفدو یفدو یفدو. بریم سراغ مثال بعد. یا سه فو یا سه فو یا سه فو یا سه فو یا ث قو یا ث قو یا ث قو یا ث قو. یا سه لو یا سه لو یا سه لو یا سه لو. یا ل جو یا ل جو یل جو یل جو. یا ق فو یا ق فو یا قفو یا قفو. بریم به سراغ مثال بعد. در این جدول ما باز هم کلماتی داریم که ترکیبی است. حرکت های فتحه، کسره و ضمه در اون مشاهده میشه. یا ا س یا س یا س و ه نه و ه نه و ه نه. ف ه م فهم ضو م را ضمر را ک ضا رکض رکض. عزیزان میتونید این تمرین ها رو بارها پیش خودتون تکرار بکنید. نیازی نیست با یک بار خواندن ازش گذر بکنید. من به خاطر اینکه از وقت استفاده بکنیم یک بار یا دو بار نهایتا کلمه رو بیشتر نمیخونم، اما شما میتونید بارها و بارها این کلمات رو پیش خودتون تکرار بکنید. هو س د هو س د هو س د هو س د ص لو ح صالح صالح صالح. و خ م و خم و خم و خم. تو ه م تهم صغور صغور صغور. فضح
فضح فضح كتب 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 نصر نصر شفع 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 سخط سخط سخط. بریم به سراغ تمرین بعد. رغب 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 ظلم 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 يثب 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 فقه 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 لعن لعن لعن. خط بعد تعب 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 ضرب 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 علم 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 سجد 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 رحم رحم طمع طمع قرب قرب يزن يزن كبر كبر شهد شهد. بریم سراغ تمرین بعدی. حفظ 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 زهد زهد يعد يعد خلق خلق ملوح ملوح ذكر ذكر حسن حسن وسع وسع حسب حسب أسف أسف علم علم حسن حسن صلب صلب عظم عظم بهت بهت. اینها مثال هایی بود برای هم فتحه و هم کسره و هم حرکت ضمه که ما در 3 درس گذشته به همراه شما عزیزان این موارد رو ما یادداشت کردیم. تمرین آخریمون رو به همراه شما عزیزان داشته باشیم. او ث را او ث را. ما هم فتحه داریم اینجا، هم ضمه هم کسره، ضمه کسره و فتحه. این مثال ها برای شما عزیزان مثال مهم است. تکرارش چون جا میاندازه نحوه تلفظ فتحه کسره و ضمه رو. او ث را او ث را تو ل ب طلب خدع خدع بهت بهت ضمر ضمر ظلم ظلم صلب صلب دهم دهم زهد زهد رفع رفع عقد عقد خلق خلق ولد ولد رسل رسل قدر قدر. انشاءالله که عزیزان بعد از این تمرین ها کاملا نحوه تلفظ حرکت فتحه، کسره و ضمه رو متوجه شده باشن. این 3 حرکت ا ا او فتحه، کسره و ضمه که به اسم حرکات کوتاه معروفن. حرکات کوتاه چون اینها زیاد کشیده نمیشن. در مقابل اینها با حرکات بلندی داریم که انشاءالله در درس‌های پیش رو بهش خواهیم پرداخت. آ ای او اونها حرکات بلند هستن. ا ا او فتحه، کسره و ضمه حرکات کوتاه هستن.
به همین قدر اکتفا میکنیم. در برنامه بعد یکی از علائم بسیار مهم اشاره خواهیم کرد که منتظر شما خواهیم موند تا اون علامت رو هم ان شاءالله در برنامه بعد با همراه شما از آن تمرین بکنیم. علامتی که بسیار به ما کمک خواهد کرد در آموزش روحانی قرآن کریم. همراه ما باشید در این مجموعه برنامه‌ها آموزش روحانی قرآن کریم تا به همراه شما عزیزان بتونیم که قرآن رو خوب بخوانیم و خوب یاد بدیم به دیگران تا مصداق حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بگردیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. تا برنامه بعد، الله یار و نگهدار شما.